بزن نزن بابا نزن. وسط بیابون بزنم روشن بشه دیگه. یه وقتی روشن نمیشه. داداش چیکار کنیم اینجا گیر میکنیم که الان کجا اومدی؟ حاجی هیچی گیر کردیم اینجا بعد شب تو ماشین بخوایم آقا چرا تو ماشین بخوابیم؟ هیچی تعمیرگاه اینجا الان اینجا باز هست. شب دیگه نصف شب تعمیرگاه باز نیستش. من ماشینمو میخوای بردارم بیارم وکسل کنی ماشینتو بذاریم دم تعمیرگاه. یه کلبه درویشی هم مثلا هم تنها. ای دمت گرم. صبح بریم اونجا بشینیم ما دیگه. بابا زشت باشه. چاره دیگه ای نداریم سعید. شب بریم. چاره دیگه نداریم. این حرفا چیه؟ من ماشینو بردارم. برو حاجی خاک پاتم دمت گرم. خدا وکیلی دمت گرم. بریم. بریم دیگه کاری نمیشه کرد که ما باید بریم دیگه. اوکی. بچه‌ها بفرمایید. خوش اومدین جای ماشینا که داداش ببخشید این حرفا چی عزیز؟ خوش اومدین. بفرمایید. سعید بیا دیگه. بفرمایید. سعید خوش اومدین. عداد خوش اومدین. بفرمایید. همین مستقیم. خوش اومدین بچه‌ها. بفرمایید. خوش اومدین. چرا زحمت خاطر برو دست چپ رو اون دیوار. خیلی سوال شدید. خیلی خوش اومدید. داداش بچه‌ها بشینید. استراحت کنیم. من یه چای براتون بذارم. خستم میشه. حاجی من دستامو کجا بشورم؟ کثیف شده ماشین داشتم درست می‌کردم. برو دیگه دستت چرا می‌خوای بشینی؟ برو دوش بگیر. آب گرمه. که باتم با تو خیلی تاج سری. برو دوش بگیر. معرفتی داره بابا. فدات شم. عشقی. شرمنده هم میکنه. داداش اینجا تنها زندگی می‌کنی؟ من آره. چند سال اینجا تنها. داداش این برقو می‌زنی؟ هیچ سمت درست است. داداش من دیگه همون نمیام. من دستام میشورم. دست درد نکنه. خیلی اون زحمت. اوه سعید هوا رو نگاه چه بارون خیلی دل شده قشنگه. خیلی خفنه. حاجی صبح فقط بلند شیم سری ماشین رو ردیف کنیم اینجا گیر می‌کنیم. وسط بیابون فدات شم. زحمت چرسه. چایی اوکی چایی بریزم بیارم این هوا رو باید بخوریم یا بریم داخل. بریم داخل بشم همون. آره رفت دوش بگیره. حاجی مثلا من یه زنگ بزنم. داداش اینجا مال خودته؟ داداش خانه خودت نداره. خیلی باغ خفنیه بزرگیه. دمت گرم خداش. عزیز من که میگم من اینجا گیر کردم خودم میام اون کارا رو انجام میدم. خیال دار نهایت پس فردا میریم. آقا دمت گرم واقعا خیلی زحمت. بذار روشن شیم تا در ماشین برم بیام. باشه داداش. بابا ماشین دیگه خراب شده چیکار کنم؟ خب من اینجا چرا این شکلیه؟ حامد چرا بیرون نمیاد؟ حامد بابا رفتیم همه مردم. حامد سعید سعید یا خدا حامد بقیه
ماشین رو داداش ببخشید. این حرفا چی عزیز؟ خوش اومدی. بفرمایید. سعید بیا دیگه. عرفان داداش ما شب تو جاده گیر کردیم اومدیم به این لوکیشنی که برات فرستادم حواست باشه. بفرمایید. سعید خوش اومدی. داداش خوش اومدی. بفرمایید.